برای درست کردن این لیفه شما نوارهای 4 سانتی برمیدارید، در طول حالا قد لیفه مد نظرتون به اضافه چند سانت آزادی. ببینید من باید اینو اول دولا کنم، دوخت بزنم، بعد برگردونم، فنر رو بذارم توش. حالا وقتی که دارم پارچه رو برش میزنم طوری برش میزنم که این قسمت 4 سانت من یک مقدار کشسانی داشته باشه. حالا نگاه کنید که طول پارچه‌تون این خاصیت رو داره یا عرض پارچه‌تون. این 4 سانت باید یه مقدار کش بیاد. اوکی؟ بعد که اینو دولا میکنید، خب به این صورت، اگر میخواید فنر 10 میل از توش رد بکنید، اینو به اندازه 9 میل از سمت دولای بسته بدوزید. دقیقاً به اندازه فنر ندوزید. اولا وقتی که دقیقاً به اندازه فنر باشه ممکنه یه مقدار شل بشه و لیویر بندازه و اون شیکی رو بهتون نده. دو اینکه چون پارچه‌تون کش میاد، شما اگه 9 میل بدوزید فنرتون فیت داخل لیفه میره. پس شما الان طوری این پارچه رو میدوزید که از سمت دولای بسته حدود 9 میل فضا اجازه بدید که رد بکنید و بدوزیدش. ببینید اگر من فنرم 10 میل هست، میام از سمت دولای بسته به اندازه 9 میل داخل میشم و یه دوخت میرم تا پایین. خب ببینید الان اگر فنر من 10 میل باشه، وقتی رو دولای بسته میذارم دوخت رو نمیبینم. ببینید دوخت زیر این هست، یعنی به اندازه 9 میل. حالا میام اضافه دوخت اینو در حد 2-3 میل میذارم بمونه، بقیه‌اش رو قیچی میکنم، لیفم رو برمیگردونم و اتو میکشم. حالا طوری اتو میکشم که این درز بمونه وسط، یعنی به پهلو نه، دقیقا وسط بمونه. یه اتوی مختصر، بعد فنر رو از توش رد میکنم. برای رد کردن فنر حتما سرش رو با نوار چسب، حالا میتونه کاغذی باشه یا از همین مدل‌ها، مهار کنید که حرکتش در لیفه راحت باشه. وقتی که وارد لیفه میکنید درز لیفه باید بمونه به پشت فنرتون. خب حواستون به درز لیفه باشه. یک سانت آخر لیفه رو اجازه بدید بدون فنر بمونه. خب کل لیفه رو بکشید، ببینید چقدر ایستایی قشنگی میده بدون اینکه هیچ چین و لیویری داشته باشه. 1 سانت آخرش بدون فنر باشه. خب تا آخر نبرید فنر. حالا بریم اینو بدوزیم روی درز. ببینید به درز صاف دوختن که در قسمت پشت من دوختم هیچ چالشی نداره، این نکته خاصی نداره. نکته تو دوخت درز برشمون هست. من اینو براتون تست میکنم. 1 سانت بالایی رو گفتم خالی بمونه، اینو میذارید لب به لب پارچه. خب یعنی شما برای دوخت لبه یقتون باید لیفتون فنر نداشته باشه، باید لیفتون خالی باشه. خب نباید فنر درگیر دوخت یقه بشه. حالا به این صورت دقیقاً فنرتون رو میذارید روی وسط درز دوخت و شروع میکنید از کنار یه دوخت نیش میزنید. درجه دوختتون هم روی 3-3.5 بذارید. موقعی که دارید میدوزید حتما پارچه‌تون رو به این صورت تو حالت باز نگه دارید، پارچه زیر فنر جمع نشه و شروع کنید از کنار دوخت بگیرید. توی قسمت نوک سینه یک مقدار باید با احتیاط عمل بکنید، نه پارچه رو بکشید و نه جمع کنید. اصلا عجله نکنید، سانت به سانت بدوزید بدون اینکه هیچ عجله‌ای بکنید. این دوخته میشه، قشنگ جای خودش رو پیدا میکنه. دیگه میرسیم به مسیر صاف، تا پایین میریم. حواستون باشه که دانتل جمع نشه.
هنوز فعلا اینو قیچی نکردم. خب با دست دانتل رو نگه دارید پارچتون رو و دوخت نیشتون رو با دقت بزنید. ببینید یه همچین دوختی به ما میده. از لحاظ تمیزی دوخت مشکی، یکم سخت دیدنش. لیفر ببینید باید دوختتون تمیز باشه چون روی کار هست دیده میشه. خب این مدل یه دونه رو درز وسط، روی درز وسط که نه، درز پشت، درز زاستان پشت لیفه داره. یه دونه رو خط برش، یه دونه خط سی اف، دوباره یه برش، یه دونه هم دوباره پشت، یعنی کلا 5 تا لیفه داره. ولی شما مختارید، شما از این تعداد لیفه ها میتونید به تعدادی که مد نظرتون هست روی لباستون کار بکنید. دیگه دوخت لیفه نکته دیگه ای نداره. ببینید چه ایستایی خوبی میده بدون اینکه هیچ چین و لیویری افتاده باشه روی لباس من. موقعی که دارید رو درز صاف میدوزید فقط حواستون باشه که پارچه‌تون کش نیاد. دیگه نکته خاصی نداره. بریم که همه اینا رو تموم بکنیم و آستر کشی بکنیم.